سرخط مهمترین خبرها: فاجعه در مسجد، 2 نورس به دریای زرافشان افتادند. حضور جنگجویان تاجیک در سوریه. و خبرنگار رادیوی آزادی را در گرجستان زدند. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 2 دکبر سال 2024 است. 2 نورس در ناحیه کوهستان مسجد به دریای زرافشان افتیده غرق شدند. به اطلاع کمیته حالات فوق‌العاده، حادثه 28 نوامبر در حدود جماعت ایوان تاجیکی این ناحیه رخ داده است. هلاک شدگان دختر و پسر بچه 11 ساله و خویشاوندان نزدیک بودند. به گزارش کمیته حالات فوق‌العاده، نورسان در وقت تازه کردن باغ که در کنار رود زرافشان جایگیر بود به دریا افتیدند. مقامات گفتند جسد دختر را همراه با ساکنان محلی پیدا کرده تربت پسر را جستجو دارند. همه سال در کل دریاهای تاجیکستان 10 نفر غرق می شوند. در صف گروه تندرو جنگجویان تحریر الشام که روز 29 نوامبر به شهر حلب سوریه حمله کردند، چند سلاح به دست دیده می شود که با زبان تاجیکی صحبت می کنند. تحریر الشام که خود را گروه مخالف حکومت بشار اسد در سوریه می داند، در تاجیکستان سازمان تروریستی دانسته می شود. خبرگزاری فرانس پرس نوشته است که این گروه با دیگر گروه جنگجویان تحت حمایت ترکیه با سربازان حکومت بشار اسد که از جانب روسیه و ایران پشتیبانی می شود می جنگند. در نوارهای زیاد چند جوان مسلح با زبان تاجیکی می گویند آنها وارد قلمرو شدند که آنجا قوه‌های روسیه و ایران بودند. در نوار دیگر یک مرد دستبسته نشان داده می شود و مؤلف نوار با تاجیکی می گوید سرباز بشار اسد را اسیر گرفته چند تنشان را کشتند. BBC تصدیق کرده است که این نوارها در نزدیکی حلب ثبت شدند. شخصیت افرادی که با تاجیکی صحبت می کنند معلوم نیست. مقامات تاجیک حضور جنگجویان تاجیک در حمله به حلب را تا هنوز شرح ندادند. طبق اطلاع اخیر جنگجویان مخالف بشار اسد نظارت حلب، دومین شهر بزرگ سوریه را زیر دست گرفتند. گروه تندرو جنگجویان تحریر الشام که حالا نظارت شهر حلب را به دست گرفته است چه گروه است؟ در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org مطلب مفصل در این باره نشر شده است. نخست وزیر گرجستان اعلام کرد که در این کشور انتخابات تکراری پارلمانی برگزار نمی شود و پرزیدنت فعلی سلام زورابیشویلی بعد انتخاب رئیس جمهوری نو باید مقامش را ترک کند. ایرکل کوباخیدزه گفته است که انتخاب اعضای حکومت نو به انجام رسیده است. اظهارات نخست وزیر گرجستان در حال صدا می‌دهد که اعتراضها در این کشور بعد انتخابات پارلمانی ماه اکتبر ادامه دارد. احزاب مخالف و همچنین پرزیدنت سلام زورابیشویلی گفتند در انتخابات تقلب شده و برای همین نتیجه ها را نمیپذیرند. قبلا زورابیشویلی پارلمان تازه انتخاب کشورش را غیر قانونی نامیده وعده داد که پس از انجام وکالت نیز به وظیفه خود ادامه خواهد داد. اما نخست وزیر گرجستان گفته است بعد 29 دکبر و سوگند یادکنه پرزیدنت نو زورابیشویلی باید مقامش را ترک کند. سروزیر ایرکل کوباخیدزه همچنین تیره شدن روابط با ایالات متحده آمریکا را موقتی نامید. روز 1 دکبر آمریکا همکاری استراتژیکی را با گرجستان متوقف کرد. از گرجستان یک خبر دیگر هم داریم. بیکا برادزه خبرنگار بخش گرجی رادیوی آزادی شکایت دارد که ماموران پلیس او را لطکوب کرده بعدا دستگیر کردند. جانا چکادو وکیل دفاع بیکا برادزه گفته است زیر حمایه او صبح 1 دکبر وقتی از نزد بینای پارلمان مکان اعتراضهای ضد حکومت میگذشت ماموران او را زدند و بعدا بازداشت کردند. جزئیات بیشتر فعلا معلوم نیست. بیکا برادزه بعد وقتش گفته است در وقت بازداشت او کاری خبرنگاری نمیکرد و فقط با دوستانش
از محل اعتراضها که در نزدیکی خانه‌اش بود می‌گذشت. بعد تشخیص پزشک برد زیرا به بازداشتگاه موقتی بردند ولی اتهام ضد او معلوم نیست. به گفته وکیل دفاع در پیشانی خبرنگار آثار زخم معلوم است. به گفته مقامات گرجستان دوام 3 روز اخیر بیش از 100 نفر را دستگیر کردند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانون را درباره بودجه سالهای 2025-2027 امضا کرد. طرح آن را دومای دولتی یا پارلمان روسیه روز 21 نوامبر پذیرفته بود. بودجه 3 ساله روسیه هزینه بی‌سابقه را برای نیازهای حربی در نظر گرفته است. این خرج در سال 2025 13.5 تریلیون روبل برابر به 145 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. تقریباً 41% خرج عمومی روسیه و بیشتر از پولی که برای بخش تندرستی، معارف، سیاست اجتماعی و اقتصاد ملی وعده شده است. به این دلیل از سال 2025 انداز از درآمد، صاحبکاری خردمیانه، استحصال گاز و نفت و انگشت در روسیه افزوده، انداز اکسیزی برای مشروبات، سیگار و نوشابه ها نیز بالا خواهد رفت. طبق اطلاع انجمن صادرکنندگان و وارد کنندگان روسیه در سال آینده نرخ تمام محصولات تقریباً 20% و خدمت خواجگی منزلی کمانلی 10% بیشتر می شود. با نگاشته زبل اختصاص 13.5 تریلیون روبل برای مدافع و امنیت در بودجه سال 2025 در تاریخ روسیه پس از شوروی رکوردی است. نیروهای اسرائیل روز 1 دکبر حمله نظامی را در سراسر نوار غزه ادامه دادند. پزشکان گفتند که در این روز کمش 15 فلسطینی کشته شد، از جمله 6 نفر در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه نصیرت در مرکز غزه. ارتش اسرائیل میگوید که صدها جنگجوی حماس را کشته است تا از کوشش به همایی اعضای این گروه فلسطینی پیشگیری کند. آمریکا و اتحادیه اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند. در همین حال رهبران حماس در قاهره با مقامات امنیتی مصر گفتگو کردند تا راه‌های رسیدن به سازش با اسرائیل را بیاموزند. این سازش می‌تواند آزادی گروگان‌ها را در عوض رهایی زندانیان فلسطینی تامین کند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته است در مذاکرات احتمالی با روسیه باید نمایندگان ناتو و اتحادیه اروپا حضور داشته باشند. زلنسکی 1 دکبر در نشست خبری مشترک با نماینده شورای اتحادیه اروپا گفت که در پس میز مذاکرات میشیند روسیه، اوکراین و همچنان که گفتم اتحادیه اروپا و ناتو. رئیس جمهور اوکراین شرح داد که کشورش خود را بخش از نظام امنیتی در این دو سازمان می‌داند. در عین زمان زلنسکی افزود مقابل همگونه یخ کناندن جنگ به موقع قوی برای اوکراین است، چون به گفته او پوتین می‌تواند بعد چند سال باز برگردد و اوکراین را پره خراب کند. زیر مفهوم موقع قوی برای اوکراین، زلنسکی دادن کفالت امنیتی از سوی ناتو و اتحادیه اروپا را در نظر دارد. رئیس جمهور اوکراین بار دیگر گفته است کیف هیچگاه اشغال شدن یک قسم قلمروش از سوی روسیه را اعتراف نخواهد کرد. این زمین ماست که موقتا از سوی روسیه اشغال شده است و به گفتگو برمیگردد، افزود زلنسکی. بعد انتخاب دوباره دونالد ترامپ به مقام پرزیدنتی آمریکا، سر و صدا درباره مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین زیاد شده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 2 دکبر را فرا میگیرد. 2 декабр бо қарори Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун рӯзи байналмилалии мубориза бо ғуломдорӣ аст ки алайҳи ҳама намуд шаклҳои муосири ғуломдориву истисмори инсон, аз ҷумла истисмори ҷинсӣ, кори кӯдакон, издивоҷи иҷборӣ ва ҷалби иҷбории кӯдакон ба низоҳои мусаллаҳона эҷод шудааст. дар солҳои истиқлолият дар Тоҷикистон ҳам садҳо шаҳрвандон мавриди ҳадафи ғуломдорӣ қарор гирифтанд. муҳоҷирати корӣ ва истисмори кордиҳандагон бидуни риояи ҳуқуқи коргарон яке аз хатарҳои нав ба шумор меравад. 2 декабри соли 2015 мақомоти амнияти Тоҷикистон гуфтанд бо нигаронӣ аз ин ки симкортҳои ин кишвар ба дасти гурӯҳҳои ҷангҷӯи мисли Толибон дар Афғонистон афтодааст, дар кишвар бояд ҳама 7 миллион дона симкортҳо аз нав сабтином шаванд. дар пай парлумон тарҳи тағйиру иловаҳо ба қонун дар бораи алоқаи барқиро тасвиб кард. сабтиноми навбатии симкортҳо барои сокинони Тоҷикистон ташвишовар ва як кори серхарҷи дигар шуд.
2 декабри соли 2016 юнеско ошипалави мардуми Тоҷикистону Узбекистонро ба феҳристи мероси фарҳангии худ ворид кард. Дар шарҳи ин қарор гуфта шуд, ки ошипалав на фақат як ғизои миллӣ, балки ба ҳайси падидаи нодири иҷтимоиву фарҳангии халқҳои Осиёи марказӣ ба ин рӯйхат ворид мешавад. Палав шоҳи дастурхон эътироф шуда 200 навъу намуд дорад ва тавони дар яксари табоқ ба ҳам овардани мардумони мухталиф ва шахсони дорои дидгоҳҳои гуногунро дорад. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 101 سامانه و 100 دلار آمریکایی باشد تا 1090 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و آزادی.mobi بخوانید. تا فردا، خدا نگهدارتان.